آیا در ماه شریف رمضان با زن نزدیکی کردن درست است یا نه؟ در آخر از شما یک دعای نیک طلب دارم. البته در ماه مبارک رمضان بعد گشادن روزه تا سحر گویم، تا صبح، تا زمانی که ما و شما سحرخیزی میکنیم، تا همان زمان زنها در اختیار شما هستند. البته خانه‌داری در ماه رمضان فقط منع است از صبح صادق تا فرو رفتن آفتاب. بعد او شما می توانید که باز بعد گشادن روزه تا سحر زنها در اختیار شما هستند، خانه‌داریتان کردن گیرید. بعضی بچه‌ها سوال میکنن در ماه رمضان آبازی کردن با طریق اولا آبازی کنیم با که ندارد. آبازی چی به صابون میکنین چی به غیر صابون میکنین، آبازی هاتون کردن گیرین، این هیچ ضرر زیانی در رمضان شما ندارد. بعضی آدما میگن لبهامون قاق میشود چیکار کنیم؟ میتونید شما لوغن و زلینا هست و زلینا مالین با که ندارد. برای زنهاتون اجازت از سرمه و اسمه و اجازت است که مثال در رمضان استفاده برند. اگر زنایی که حیضند، کسلی گویم که همون ماهانه و همون 3 روزه و 10 روزه ای که دارن، اگر در این کسل ها باشن گویم که با طریق اولا خورن که اگر روزه هم که گرن روزهشون روزه نیست، برای همین روزه هاشون نمیخورن. بعد رمضان این زنها چیکار میکنن؟ قضا میدارن. اگر مبادایی که امروز علم خیلی پیش رفته است، اگر زنها امروز تبلتکه ها وجود دارد، اوکال ها هم وجود دارد، تبلتکه هم وجود دارد، برای که در این ماه حیض نشود، کسل همون خونروی نشود، میتواند که از همون تبلتکه استفاده کند که در همین ماه کسل نشود. این هم صاحب فتواها اجازت دادن. همین از اول ماه اگر مثال ما فراموش کردیم با گوش زنها برسد، میشود خیلی قسم شب مثال تبلتکه وجود دارد، وقتی روزشکایی کشید همون تبلتکه را میخورد، 1 ماه کسل نمیشود. دیگر در بین بیچاره 3 روز و 5 روز و 10 روز فقط به همون کسلیگیش آواره میشد، از رمضان دور میماند. میتواند همون داروها را استفاده برند که کسل نشوند. بعد ماه مبارک باز میلش دیگر درد الهی است، بعد باز